تا حالا به این فکر کردید که ممکنه یک کار کاملا عادی که هر روز انجام میدید توی کشور دیگه جرم محسوب بشه یا حتی باعث بشه بری زندان؟ امروز قراره بریم سراغ عجیب‌ترین، ترسناک‌ترین و بعضاً خنده‌دارترین قوانینی که توی کشورهای مختلف وجود داره. قوانینی که ممکنه باورتون نشه واقعی‌اند، ولی هستن. و رعایت نکردنشون میتونه عواقب خیلی جدی داشته باشه. بخش اول، قوانین ترسناک. کره شمالی، اجباری بودن مدل موی خاص. توی کره شمالی فقط چند مدل موی خاص تایید شده وجود داره. مثلا مردا فقط از بین 10 مدل و زنها از بین 18 مدل میتونن انتخاب کنن. اگه خلاف این باشه مجازات داره. سنگاپور، ممنوعیت آدامس. از سال 1992 به طور کلی خرید و فروش آدامس در سنگاپور ممنوعه. اگه یکی رو ببینن که آدامس میجوه یا جایی پرت کرده میتونه جریمه سنگینی بشه یا حتی شلاق بخوره. ایران، پوشش اجباری برای زنان. در ایران عدم رعایت حجاب میتونه به بازداشت یا حتی شلاق منجر بشه. پلیس گشت ارشاد معمولا مسئول اجرای این قانونه. چین، ممنوعیت تناسخ بدون مجوز. باوری سخت، اما توی چین راهبان بودایی برای تناسخ باید از دولت مجوز بگیره. هدف این قانون کنترل فعالیت‌های دینیه. بخش دوم، قوانین عجیب و باور نکردنی. سوئیس، ممنوعیت کشیدن آب توالت در شبها. اگه توی آپارتمان زندگی کنید و شب بعد از ساعت 10 آب توالت رو بکشید ممکنه به عنوان مزاحمت صوتی گزارش بشید. استرالیا، ممنوعیت پوشیدن شلوار صورتی در بعد از ظهرها. توی شهر ویکتوریا قانونی وجود داره که میگه نباید بعد از ساعت 12 ظهر شلوار صورتی بپوشید. البته کمتر اجرا میشه اما هنوز توی قانونه. ژاپن، اضافه وزن ممنوعه. در ژاپن افراد بالای 40 سال باید دور کمرشون زیر حد معینی باشه. اگه بیشتر باشه کارفرما موظف کاری برای کاهش وزن انجام بده. ایتالیا، ممنوعیت غذا دادن به کبوترها. توی شهر ونیز غذا دادن به کبوترها ممنوعه و جریمه نقدی داره. دلیلش جلوگیری از آسیب به معماری تاریخیه. فرانسه، اجازه ازدواج با مرده. بله، در موارد خاص اگه ثابت کنید با یه فرد فوت شده نامزد بودید میتونید با اون فرد ازدواج کنید. این قانون از جنگ جهانی دوم باقی مونده. بخش سوم، قوانین بامزه اما واقعی. انگلستان، ممنوعیت مردن در پارلمان. توی ساختمان پارلمان انگلیس مردن ممنوعه چون اونجا قلمرو سلطنتی حساب میشه و باید با تشریفات سلطنتی دفن شی. دانمارک، نام فرزند باید تایید بشه. پدر و مادرها باید نام بچه‌شون رو از لیست مشخصی انتخاب کنن. اگه نام خاصی بخوان باید از دولت اجازه بگیرن. ایسلند، ممنوعیت نگهداری مار و سگ پیتبول. به دلایل بهداشتی و امنیتی داشتن سگ‌های پیتبول یا خزندگان خاصی مثل مار کاملا ممنوعه. حالا نوبت شماست. کدوم یکی از این قانونا براتون عجیب‌تر و ترسناکتر بود؟ آیا تا حالا با قانونی توی کشور خارجی برخورد کردید که براتون عجیب بوده؟ تو کامنت‌ها برام بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگه دوست دارید قسمت دوم این سری رو بسازیم حتما تو نظرات بگید.